به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. زمان حضرت موسی علیه السلام در بنی اسرائیل مرده بود که مدت 40 سال به گناه خود تور بود. سال خشکی آمد و مدت دراز باران نبارید. گرسنگی و قحطی آغاز شد. حضرت موسی علیه السلام همراه قومش 3 مرتبه نماز استسقا یعنی طلب باران خواندند و دعا کردند، اما باران نازل نشد. حضرت موسی علیه السلام از الله پرسان شد که چرا باران نمی بارد و الله در جواب پیامبر خدا گفت باران به شما نازل نمی شود، زیرا در بین شما مردی هست که مدت 40 سال از گناه کنده نشده است و از کثافتی او شما از باران محروم شده اید. حضرت موسی علیه السلام قومش را دعوت کرد و گفت ای قوم بنی اسرائیل، الله بر من خبر داد که بین شما مردی بوده است و مدت 40 سال گناه صادر می کرده است. از کثافتی گناه های او ما و شما نیز از باران محروم شده ایم. آن مرد باید خود حاضر از بینمان خارج شود، وگرنه همه امان هلاک می شویم. مرد گناهکار فهمید که موسی علیه السلام او را در نظر دارد و به الله مناجات کرد. توبه کردن را شروع کرد. راز و نیاز گفتن را به الله خویش شروع کرد. چی گفت؟ پروردگارا، اگر من حالا بیرون شوم شرمنده می شوم، اگر بیرون نشوم از گرسنگی و تشنگی هلاک می شویم. پروردگارا، نزد تو توبه می کنم و طلب آمرزش می کنم. پروردگارا، مرا ببخش و مرا شرمنده نکن. میگه در این لحظه بود که باران آغاز شد و خرسندی مردم حد و کنار نداشت. موسی علیه السلام میگه در تعجب افتاد و گفت پروردگارا، مرد گناهکار بیرون نشد ولی باران آغاز شد. الله گفت آن بنده من توبه کرد، من توبه اش را قبول کردم. حضرت موسی علیه السلام گفت پروردگارا، او را به من نشان بده. الله تعالی گفت او 40 سال گناه میکرد، من پنهان داشتم، مگر اکنون که توبه کرد آشکارش می نمایم. از این قصه دوستان عزیز چه گرفتیم برای خود؟ اول اینکه الله تعالی توبه را همیشه قبول می کند. برای همین همیشه توبه و استغفار نمودن پیشه بنده مؤمن باید باشد. دوم اینکه پروردگار ستار است، یعنی گناه های بندگان را پرده پوش می نماید، ولی این معنا ندارد که باید به گناه دست زد. هر گناهی صادر شده جواب هم دارد دوستان عزیزم. سومین که گناه و معصیت شخص گناهکار نه تنها به خودش بلکه به اطرافیان نیز ضرر می رساند. چهارم این که گناه و معصیت سبب تنگ شدن ریزق می گردد. بله دوستان عزیزم، در اینجا رسیدیم به پایان قصه. در آخر از یکایک شما خواهش می نمایم دوستان عزیز، در حق همدیگر دعا بکنید که پروردگار این بیماری که امروز به سر تمام روی جهان آمده است، پروردگار از سر ما مسلمانان و تمام روی دنیا برطرفش بساز. پروردگار دعا میکنیم که تمام گناهان ما را مغفرت بساز و ما را به راه راست هدایت بفرما. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدایا رو مددگارم.